کاروان قصه. قصه های ناب و شنیدنی و به یاد ماندنی. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز برنامه کاروان قصه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش وقتیم. باز هم بنده شفیق رسولی و همکار ثبت برنامه با پیشکش نمودن یک داستان زیبا در خدمت شما ادب دوستان گرامی قرار گرفتیم. داستان امشبمان تحت عنوان شهر ما از نویسنده توانایی کشور استاد رهنورد زریاب می باشد. امید است تا آخر برنامه با ما همراه بوده و شنیدن داستان لذت ببرید. رادیوی ملی افغانستان، صدای رسای همه افغانها. شهر ما شهر اسب‌های خوب و گادی‌های قشنگ است. هر روز وقتی خورشید می‌خواهد غروب کند، گادی‌های مجلل و زیبا با اسب‌های قوی هیکل و آراسته، با پوپک‌های رنگارنگ زیر درخت‌های پنجه چناری که به دو کنار خیابان اصلی شهر رویده‌اند صف می‌کشند. این گادی‌ها مشتریان خاص خودشان را دارند. این مشتریان غالباً پیرهن و تنبان‌های پاکیزه می‌پوشند و جلک‌های ابریشمی بر شانه می‌اندازند. سوار شدن آنان بر این گادی‌ها از روی ضرورت نیست، از روی تفنن گادی سواری می‌کنند و این نوعی تفریح ایشان است. همه این موضوع را می‌دانند. وقتی خورشید می‌خواهد غروب کند، شاخه‌های درخت‌های پنجه چنار شهر ما پر از میناهای سیاه رنگ می‌شوند. این پرندگان با منقارهای زرد رنگشان روی شاخه‌های سپید پنجه چنارها می‌نشینند و سر و صدا به راه می‌اندازند. در این هنگام در سایه روشن شامگاهی شهر ما پر از چهچهه میناها می‌شود. در میان این چهچهه گادی‌های قشنگ با سواریان خوشپوششان روی یگانه سرک اسفالت شهر ما این طرف و آن طرف می‌روند. اسب‌ها خیلی تند می‌دوند و آواز برخورد نعل‌هایشان با اسفالت خیابان آدم را به هیجان می‌آورد. وقتی خورشید می‌خواهد غروب کند، نبض شهر ما به شدت می‌زند و چنین به نظر می‌رسد که شهر ما پس از بیهوشی یک روز طولانی و کسل کننده به خود آمده است و می‌جنبد. در این اوقات از کافی‌ها و رستوران‌ها آواز رادیو گرافون بلند است و گروه زیادی از مردم در این کافی‌ها و رستوران‌ها چای می‌خورند و صحبت می‌کنند. شهر ما که شهر اسب‌های قشنگ است، شاهد حادثه‌های بسیار بوده است. از جمله چندین بار دیده که تیموربای پسرش را که رجب نام داشت روی یگانه سرک اسفالت شهر آنقدر زده که بیهوش شده است. تیموربای مردی کوچکاندام و استخوانی بود. هیچ کس در شهر ما خنده او را به یاد نداشت. پوست چهرش که پولادی رنگ بود، همیشه مثل آن که قشر شفافی روی آن قرار داشته باشد می درخشید. از چشمهای ریز ریزش که رگهای باریک سرخی در آنها دویده بود همواره عصبانیت و کینه عمیقی بیرون می ریخت. تیموربای با این اندام کوچک و استخوانیش سیمای ترس انگیزی داشت. مردم ازش می ترسیدند. بای خشن و عصبانی با آنکه پول سرشاری داشت هرگز حاضر نشد که سوار موتر شود. همیشه بر اسب سیاهش سوار می بود و دو مرد قوی هیکل و نیرومند او را همراهی می کردند.
تیموربای با وجود دارایی بزرگش چنان خسیس بود که وقتی پای حساب به میان می آمد دهقانانش از ترس دهانهایشان خشک می شد. اما پسر او رجب هیچ به پدرش شباهت نداشت. جسماً هم سوی پدرش نرفته بود، زیرا قد او مثل یک درخت چنار راست و دراز بود. پوست سپید و لطیفی داشت، مثل پوست درخت‌های پنجه چنار شهر ما. رجب 20 ساله بود. اگرچه از پدرش بسیار می ترسید، ولی همواره کارهایی ازش سر می زد که برای پدرش غیر قابل تحمل می بود. مثلا وقتی آفتاب می خواست غروب کند و نبض شهر ما به شدت تپیدن می گرفت، او با گروهی از یلگردان شهر ما روی یگان خیابان اسفالت در میان چهچهه میناها سر و صدا براه می انداخت. جوانان با علاقه به دور او و همراهانش حلقه می زدند. رجب در میان همراهانش درباره همه چیز سخن می زد و پی هم علیه پدرش شعار می داد. گاهی با دستش میناهای روی درختهای پنجه چنار را نشان می داد و از همراهانش می پرسید: می دانید این میناها چی می گویند؟ یلگردان شهر با آوازهای کشدار جواب می دادند: نه، تو بگو. رجب شانه‌هایش را بالا می انداخت و می گفت: این میناها می گویند که پدر من یک شیطان است. یلگردان با خوشحالی فریاد می زدند: چه خوب، آفرین. رجب می پرسید: چرا این شیطان نمی میرد؟ کسی جواب نمی داد و او تکرار می کرد: آخر چرا نمی میرد؟ باز هم کسی جواب نمی داد و او مثل این که سنگی به سوی میناهای روی شاخه ها پرتاب کند با دستش حرکتی انجام می داد. میناها با سر و صدا می پریدند و او با خوشحالی انگار به پرندگان سیاه رنگ دشنام دهد فریاد می زد: چرا نمی میرد؟ گاهی در چنین اوقات تیموربای پیر با سواران محافظش سر می رسید. چهره سپید رنگ رجب سپید تر می شد. یلگردان می گریختند. تیموربای به دو محافظ قوی هیکلش فرمان می داد: بزنیدش. دو مرد تنومند بیدرنگ از اسب‌هایشان فرو می آمدند و به زدن رجب شروع می کردند. میناها هراسان از پنجه چنارها می پریدند و خیابان اصلی شهر ما در نوعی خاموشی فرو می رفت. تنها رجب زیر دست و پای هر دو مرد قوی هیکل از درد فریاد می کشید و در این حال پی هم می گفت: تو یک روز می میری، آخر می میری. بای پیر که از خشم تکان می خورد دستور می داد: محکمتر بزنید، دست ندارید، بکشیدش. رجب باز هم می گفت: تو یک روز می میری، آخر می میری. کسی از ترس مداخله نمی کرد. وقتی دو محافظ با چهره‌های پرعرق و گل انداخته نفس زنان به دستور بای از زدن دست می گرفتند، رجب تقریباً بیهوش شده می بود و در این حال مثل آن که هذیان بگوید می نالید: تو هیچ چیز را نمی فهمی. و شروع به استفراغ می کرد. بای پیر به سوی او تفی می انداخت و همین طور می گذاشتش و می رفت. یلگردان از کنج و کنارها می برآمدند و او را می گرفتند و به یک کافی می بردند. او همانجا می خوابید. روز دیگر باز هم هنگامی که خورشید می‌خواست غروب کند، رجب با همراهانش روی یگانه سرک اسفالت شهر ما جمع می‌شد و علیه پدرش سخن می‌گفت. تیموربای همین یک فرزند را داشت. 2 زن دیگرش مرده بودند. تنها مادر رجب زنده بود. مادرش رجب را سخت دوست داشت. به هر نحوی که می بود به پسرش پول می داد و او هم پولها را در راه‌های بدی خرج می کرد.
یک روز که خورشید می‌خواست غروب کند و نبض شهر به شدت تپیدن گرفته بود، رجب با همراهانش روی یگانه سرک اسفالت شهر جمع شده بودند. میناهای روی پنجه کنارها نیز چهچه می‌زدند. آواز برخورد نعل‌های اسب‌های زیبا و تندرو با اسفالت سرک هیجان انگیز بود. رجب باز هم علیه پدرش شعار می‌داد. ناگهان یکی از دو محافظ بای پیر شتابان فرا رسید. از اسبش پایین تا شد و نزدیک رجب آمد. او را با خودش به گوشه‌ای برد و چیزی در گوشش گفت. رجب دولا شد. از فرط خنده دولا شد. محافظ بای از حیرت دق مانده بود. رجب با دست به همراهانش اشاره کرد که نزدیکش بروند. همه با حیرت و تعجب گرد او جمع شدند و او در حالی که از فرط خنده نمی توانست سخن بزند بریده بریده گفت: آن شیطان پیر. یک رشته قهقهه شدید دوباره دولایش ساخت. بعد کوشید راست بیستد و گفت: پدرم را میگویم آن شیطان پیر مرد. همراهانش در سکوت مطلق فرو رفتند. او سوی محافظ پدرش دید و پرسید: همین طور نیست؟ بگو همین طور نیست؟ محافظ قوی هیکل آب دهنش را فرو برد و گفت: ها، همین طور است. بعد آهسته افزود: شما باید خانه بروید. رجب مثل آن که موضوع مهمی به یادش آمده باشد فریاد زد: گادی بیاورید. لختی بعد 8 تا گادی قشنگ و نوک اسب‌های زیبا و نیرومند آنها را می‌کشیدند به سوی خانه تیموربای می‌شتافتند. در گادی اول رجب با 2 تا از دوستان نزدیکش نشسته بود. در گادی‌های دیگر یلگردان شهر سوار بودند. رجب با فریاد از محافظ پدرش که پیشاپیش همه اسب می‌راند پرسید: کالاهای تنش را عوض کردند؟ مرد پاسخ داد: نه، مادرتان گفت تا شما نیایید کسی دست نزند. رجب گفت: آفرین مادر. بعد سر راننده فریاد کشید: تیزتر برو. و قمچین راننده در هوا صفیر زد. وقتی به خانه رسید پدر پیرش روی بستر بی حرکت افتاده بود. چشمهای کین آلود و عصبانیش بسته بود. پوست چهرش هنوز می درخشید، مثل آن که قشر شفافی روی آن کشیده باشند. مادرش می گریست. وقتی رجب را دید گریش فزونی گرفت و گفت: تو یتیم شدی بچم، تو یتیم شدی. رجب گفت: همه همین طور می شوند، همه. و با شتاب به جستجوی جیب‌های پدرش پرداخت. از جیب بغلش یک دسته کلید را یافت. در حالی که کلیدها را به مادرش نشان میداد گفت: داشته باشد. ایستاد، همراهانش را از دست داد تا این کلیدها را. میبینی زندگیش را صدا زد و گفته بودم که یک روز میمیرد. میبینید؟ کلیدها را نشان داد. وقتی این کلیدها را داشت می توانست هر کس را بخواهد بزند. حالا کلیدها در دست من است و هر کس را که بخواهم می توانم بزنم. با این سخن نگاهی به سوی 2 محافظ پدرش انداخت. مردان قوی هیکل لرزیدند. رجب سوی آنان رفت و کلیدها را پیش چشمهایشان به صدا درآورد. لبخند تهدید آمیز و موذیانه‌ای داشت. ناگهان 2 محافظ به تضرع در آمدند و زانو زدند: گناهی ما نیست، به خدا گناهی ما نیست. رجب بلند خندید و گفت: میدانم. باز هم کلیدها را به صدا در آورد و گفت: گناه کلید هاست. بعد کنار 2 محافظ نشست و سرهای بزرگشان را در بغل گرفت. برخیزید، همه ایمان از کلیدها انتقام میگیریم. مادرش که از حیرت خشک مانده بود پرسید: چه میکنی؟ رجب جواب داد: میبینی که چه میکنم. و سر همراهانش فریاد کشید:
چرا معطل هستید؟ برویم به باغ. حلقه کلیدها را تکان داد. کلیدها شرنگ شرنگ صدا کردند و او گفت حالا این کلیدها در دست ماست، برویم به باغ. مادرش با خشم گفت تو دیوانه شده ای؟ رجب خنده بلندی کرد. من سالها انتظار روزی را می کشیدم که اینها به دستم بیفتند. باز هم کلیدها را به صدا درآورد. چند نفر از پیرمردان خواستند مداخله کنند، ولی رجب با آنان موقع نداد و گفت من به خودش همه چیز را گفته بودم. سوی همراهانش دید و پرسید شما بگویید نگفته بودم؟ گردان شهر به یک صدا جواب دادند گفته بودی، همه چیز را گفته بودی. رجب از اتاق بیرون آمد. مادرش گریه را از سر گرفت. پیر مردان و پیر زنان به پیچ پیچ آمدند و رجب فریاد کشید برویم به باغ. همراهانش با شادمانی چیخ کشیدند و 8 گادی که آنان را آورده بودند به سوی باغ شتافتند. آن شب را تا صبح مستی کردند و ساز شنیدند. فردایش را هم همین گونه سپری کردند. روز دیگر و روزهای دیگر را نیز در مستی و شادی گذرانیدند. هیچ معلوم نشد که پدرش را چه کسی و چگونه به خاک سپرد. روز 10 بود که باز هم یک محافظ پدرش نزد او آمد. به گوشه‌ای بردش و چیزی در گوشش گفت. رجب با تلخی نالید آه خدای من. در حالی که میگریست نزد دوستانش برگشت و گفت مادرم مرده و بیدرنگ به سوی خانه شتافت. مادرش مانند پدرش با چشمهای بسته بی حرکت براز کشیده بود. رجب پاهای سرد مادرش را بوسیدن گرفت و در میان حق حق گریه می گفت کلیدها ای کلیدهای لعنتی. وقتی مادرش را به خاک سپردند او می گریست و می گفت حالا من چه کنم مادر چه کنم؟ بعد از آن 1 هفته تمام از خانه بیرون نشد. معلوم نبود که چی می کند. سرانجام یک روز که خورشید تازه می‌خواست غروب کند، رجب به زیر پنجه چنارها آمد. گردان شهر ما که او را دیدند شادمان گشتند و به طرفش دویدند. رجب دوستانش را از نظر گذرانید. لبخندی به لبهایش دوید و رنگ اندوه از سیمایش زدود. به بالای سرش نظر انداخت. میناها با منقارهای زردشان روی شاخه‌های سفید رنگ چهچه می زدند. از دور و نزدیک آواز برخورد نعلهای اسب‌ها با اسفالت سرک به گوش می رسید. رادیوها و گرافونها بلند بلند می خواندند. نبض شهر ما به شدت می زد. ناگهان رجب به خنده درآمد. بعد با دستش سوی شاخه‌های پنجه چنارها اشاره کرد و از همراهانش پرسید می دانید این میناها چی می گویند؟ همراهانش با صداهای کشدار جواب دادند نه تو بگو چی می گویند؟ رجب سرش را به زیر انداخت و آهسته گفت می گویند که یک روز ما هم می میریم. کسی چیزی نگفت و او باز هم گفت ولی کلیدها هنوز در دست من است. در سایه روشن هنگام غروب آواز میناها از لابلای ساقه های پنجه چنارها همه جا می دوید. گادی های زیبا با اسب های تنومند این سو آن سو می رفتند. نبض شهر بیشتر از پیش تندتر می زد. رجب تکرار کرد ولی کلیدها هنوز در دست من است. کلیدها را کشید و به همه نشان داد. می بینید هنوز در دست من است. بعد مثل آن که سنگی پرتاب کند فریاد کشید هنوز در دست من است. میناها پریدند. بعد فریاد زد برویم به باغ. گردان هورا کشیدند و سوی گادی ها دویدند. بوی کباب همه جا را فرا گرفت. می خندیدند، قهقه می خندیدند و شوخی می کردند. سراسر شب را این گونه سپری کردند. دمدمه های صبح که نسیم سردی وزیدن گرفت
رجب در خمار صبحگاهی تیره شد و آهسته نالید: خدایا. خاموشانه بدون آنکه با کسی چیزی بگوید بر اسبی سوار شد و به سوی گور مادرش تاخت. فردای آن روز بیرون نیامد. روز دیگر هم نیامد. 1 هفته گذشت، 2 هفته گذشت. سرانجام پس از 40 روز شهریان ما رجب را دیدند که از سرک اسفالت گذشت. صبح بود و شهر که تازه از خواب شبانه بیدار شده بود کسل معلوم می شد. هنوز باد خنک صبحگاهی می وزید. رجب بر اسب سیاه سوار بود و 2 محافظ قوی هیکل سوار بر اسب‌هایشان در دو کنارش می رفتند. مردم با شگفتی دیدند که موهای شقیقه های او خاکستری شده است. سیمایش خشک و غم زده بود. انگار هرگز لبخندی بر لبهایش ندویده و چشمهایش با فروغ شادی ندرخشیده بودند. عصبانی و خشمگین به نظر می آمد. در چشمهایش کینه عمیقی جوانه زده بود. دوستان سابقش جرأت نکردند به او نزدیک شوند و او با 2 محافظ قوی هیکلش از سرک اسفالت گذشت و ناپدید شد. رفت که به زمینهایش سرکشی کند. برای نخستین بار در زندگیش این کار را می کرد. کاروان قصه در برگیرنده داستان‌های زیبا و دلانگیز از نویسندگان خوب کشور. شنیدن این برنامه را ساعت 10:30 تا 11 شب‌های دوشنبه و سه‌شنبه از رادیوی ملی افغانستان روی موج متوسط 1107 کیلوهرتز و 105.2 FM فراموش نکنید. خوب شنوندگان عزیز برنامه کاروان قصه، این بود داستان شهر ما که به حضورتان تقدیم شد. قابل یادآوری است برنامه کاروان قصه را از طریق صفحات اجتماعی رادیو تلویزیون ملی افغانستان نیز می توانید دنبال نمایید. و تا شب دیگر و داستان دیگر شما را به خداوند منان می سپارم. بقیه شبتان خوش. خدا یار و مددگارتان. راشن بشی زرغون بشی وادان افغانستان، راشن بشی زرغون بشی وادان افغانستان، پزړکی می کرلې د جانان افغانستان، راشن بشی زرغون بشی وادان افغانستان، راشن بشی زرغون بشی وادان افغانستان، چې کله د هم څوک را تنم واخلي د زړه سره، چې کله د هم څوک را تنم واخلي د زړه سره، زه سم ورسره چغې کړم قربان افغانستان، راشن بشی زرغون بشی وادان افغانستان، راشن بشی زرغون بشی وادان افغانستان، پروی د شهداو یتیمانو مظلومانو، پروی د شهداو یتیمانو مظلومانو، خالقا د جګړو کړې په امان افغانستان، راشن بشی زرغون بشی وادان افغانستان، راشن بشی زرغون بشی وادان افغانستان، بیگامی خوب لید چی اسلامی نړۍ یو ځای وي،
بیگامی خوب لید چی اسلامی نړۍ یو ځای وي پټولو کې سرلوړی وي روان افغانستان راشن بشي زرغون بشي ودان افغانستان راشن بشي زرغون بشي ودان